نام شیرین داره، چقدر نام نیک داره. برای اون که ما عمر را دوست داریم برادرای عزیز، باید از سرگذشت حیاتی و حضرت بخونیم، از ابتدا تا انتها بخونیم. بعد خدا خواهد اون مهر عمر دیگر در قلب‌های ما و شما انشاءالله نقش می‌بنده. از این عزیز خدا، این فرزند حضرت عبدالله بچه حضرت عمر حکایه میکند که از پیغمبر خدا شنیدم که در زمانهای پیشتر از ما 3 نفری میگه اراده سفر کردن. 3 نفر اراده سفر کردن و اینها برای شب گذرانی آمدن در داخل یک غار گویم داخل شدن تا شب اینجا در شب گذرانی کنن و بعد سحر با همون سفر شما دوام تیان. این زمان بود میگه پیامبر ما نقل کرده، این زمان بود میگه که سنگ آمد و بالای همون غاره پوشانید. برادرای عزیز، این 3 نفر وقتی که در داخل موندن، اگه شما تصور کنید که همین خودمون اگر همین حالت بالای خودمون بیاد، یک کجای او دیگه او دوره نه MCS داشت، نه یکان تلفن داشت، نه یک چیزی که یک کس صدای یک کس شنوه. در داخل یک غار میافتی، بالای سر در یک سنگی که او را اگر الله مهربان همجا ترحم نکنه دیگر بدادت هیچ کنه میرسه. وقتی داخل غار دکه این 3 کس مردکای بسیار صالح بوده، بسیار انسان های انشاءالله گوییم در کار خدا در راه خدا بوده. هر 3 شان به همین خلاصه آمدن که یگانه ما باید که عمل صالح های خودمان کردگی من هر یک عملی را که خاص به خاطر خدا کرده باشیم، برای رضاگی خدا کرده باشیم، اگه برادران نوبت به نوبت وسیله کنیم و ای خدای مهربان حاجت طلب کنیم که همه را از بالامون دور کنه و اینجا ما هلاک میشیم. برادرای عزیز، حقیقتا این قصه بسیار حکمت ها دارد. در زیرش خدا رحمت کنه عزیزای خدا را از این درون این قدر حکمت ها، این قدر مسئله را بیرون کردن. یکی از اونها بینیم که مقصد فریاد رس همه وقت الله، همه وقت. اگر ببینین همین حضرت ابراهیم قصه قرآنیه، وقتی که 1 ماه میگه مفسرها 1 ماه نمرودی ها هیزم جمع کردن. تصور کنید در 1 ماه چقدر هیزم جمع می شود. این خیل آتشی را که اینها افروخته کردن، این خیل آتش تاریخ یاد نداره. ولی زمانی که در منجنیق حضرت ابراهیم بار کردن، برادر عزیز، خواستن در بین آتش اذیتش کنن، عذابش کنن، زیرا که بچین دلی او قوم نشید آخی. آنی را که اونها پرستش میکردن، حضرت ابراهیم همیشه در مقابل اونها ایستادگی بود. این برای اونها یک نفر زیادی بود و خواستن به همین نابودش کنن، جانشون خلاص کنن. ولی وقتی که حضرت پرتافتن، برادر عزیز، بین پیامبر نازنینمون چی میگه؟ کان آخر قول ابراهیم حین القی فی النار حسبی الله و نعم الوکیل. تصور کنید وقتی که حضرت میپرتویند، طرفی آتش هم رفتم، بسیار کار قینوقی در او حرارت چه نزدیک میگه، ای دور را پرتن در کار، نه داد میگه، نه وای میگه، نه یگان اعتقاد چه ایواز میکنه، بلکه در همون آسمان هم که باشه حسبی الله و نعم الوکیل. حتی در تفسیرها میگذارد که میگه وقتی جبرائیل نزدش آمد، زمانی که در آسمان بود، گفت یگان کمک حاجت هست، گفت به کمک احتیاج دارم، نه که نه به تو. کمک احتیاج دارم ولی نه به تو، یعنی بلکه بر آن خدایی که
خدای ابراهیم است، ما کمک از همون کس میخواهیم. یا اگر برادرای عزیز نگاه کنی حقیقتا قصه حضرت موسی را بینیم، ای دست فرعونی ها، از دست فرعون اگر خلاص کردگیش کی بود؟ یا حیات پیغمبر نازنین خودمان بینیم، وقتی آمد در غار پنهان شد، زمان در تارتنک تار کشید، کبوتر لانه ماند، اینا را کی کرد؟ یا زمانی که هجرت در میبرامد حضرت علی را خوابانید، تمام قوم ها نفراشون روان کرده بودند، همه کاردها زهرالو تیار کردگی همه ببرد در شکمش میخلونیم، یکی خدای مهربان همه اونها را خواب غلبه کرد و حضرت آزاد برآمد رفت. برای این از طغرل میگه هیچ کس طغرل نباشد تکیهگاه هیچ کس، آن که در افتادگی دستی تو را گیرد خداست. هیچ کس برادر عزیز در افتادگی دست انسان میگرفتگی فقط میگه الله است. بابای مولا شریف خدا رحمت کنه که ای استادامون بود، از پیشش یک مصرع ها و یک دفتری ولی از نزد همون دوریم همون میگفت می نویسوندیم، نویسونده بودیم که اگر جمله جهانم خصم گردد، شاعر گفته است اگر تمام دنیا که در مقابل من دشمن باشم، اگر جمله جهانم خصم گردد، نترسم چون نگهبانم تو باشی. زی شادی در همه عالم نگنجم، اگر یک لحظه غمخوارم تو باشی. زنده هاست برادرها، این 3 نفرم در داخل بجوز فریاد رس دیگر جای مراجعت نداشتند. یکی پیش برآمد و گفت پروردگارا، من مادر پیر داشتم، پدر پیر داشتم، بازم این مردک چاروادار بوده است، مالدار بوده است، هر بیگاه من از اینها شیر می جوشیدم، می آمدم اول پدر و مادر ما سیراب می کردم، اگر چنده که من غلامم داشتم، زنم داشتم، فرزندم داشتم، خب دویم درجه آمده بعد اینها را تامین می کردم. خدایا اکا وسیله کرده سای عملش گفته سای، زیرا او از خودش باوری کامل دارد که کارهاش خاص به خاطر خدا بود. گفت خدایا تو یاد داری من روزی با چراگاه مشغول شدم و تأخیر کردم، دیر کردم، هر زمانی که من مادرم شیر میدادم از او ساعت کمی گذشت تا من آمدم که پدر و مادرم خوابند، شیر در دستم، هیچ دیگر غیرت نکردم که از روی محبت زیاد ما با پدر و مادر اونها را از خواب بیدار کنم. اگر چنده که در زیر پم فرزندکم داد و گریه میکردن که ما را شیر بده، ولی من انتظاری کشیدم. زمان پدر و مادرم صبح بیدار شد، شیر را به اونها دادم و بعد از آن به فرزندام دادم. خدایا اگر همین را من خاص برای رضاگی تو کرده باشم، همین را اگر من خاص به خاطر آن که این از مقدسات ما هست که تو فرمودی که و بالوالدین احسانا و پدر و مادر نیکویی کنی، همین را اگر من به خاطر تو کرده باشم، خدایا همین سنگ از بالای سر ما دور کن. میگه سنگ کم پایان آمد ولی تا حال از داخل بیرون شده نمیشه. نفر دویم گفتن مرحمت شما. دویمش آمد گفت پروردگارا، من یک دختر عمک داشتم، بسیار زیبا بود و هیچ کس هم مثل وی دوست نمی داشتم. همین دوست داشته ترین من همین بود و دایم یک خواهش داشتم که با این همخوابه شم. هر گاهی که می گفتم رد میکرد. آمد زمانی که قحطی آمد، دختر عمم گرسنه ماند، به شرایط ماند، خانه آمد، من برای او 120 دینار، تصور کن ممکن نیم کیلو طلا شود، نیم کیلو طلا برای او دادم، مصلحت کردیم، گفتم فقط من تر همین مبلغ میتونم تا با تو همخوابه شویم. دخترک هم راضی شد. البته در روایت آمده است میگه من عریانش کردم، حتی در بین پاش در آمدم
ولی از زیر همین قدر مرا گفت که از خدا بترس. همین سخن به خاطر ترسی تو بود. بین به خاطر فرمانبرداری تو بود من از همین خیلی حالت خدمت بیرون کردم که یک لحظه مانده بود برای این کار انجام دادم. الله مهربان اگر من به خاطر تو کرده باشم خدای همین سنگ از بالای سرمان دور کرد. میگه سنگ کمی پایان اومد یکی تا حال از داخل بیرون شیده نمیتونی. سومش بر آمد یک نفری بوده است که با اجاره سر کار داشته، با امانتداری سر کار داشته، مال مردم در دستش بوده است، دائم عبرات میداده است. روزی میگه نفری آمد برای گرفتن اجارش ولی من پولش دادم نگرفت. گفت بعدا میام میگیرم. از بین خیلی وقت گذشت. من پولی ای را وقتی در گردش پرتافتم با پولی این قدر شتر و گاو و گوسپند شد که کوها پر شد. حتی باقی ماندهش غلام خریدم. وقتی آمد گفت پولی من در کجا گفتم نمیام همه پولی تو هم. اینه غلاماشم از پولی تای. گفت من مذاق میکنی؟ گفتم نه من مذاق نمیکنم بلکه از پولی تا. گفت گرفت همه شب پیش کرد برد. خدایا اگر همین جوان مردی که من کردم همین امانت نگه دارنده که از جانب من شد خدایا اگر همین به خاطر تو باشه همین سنگ پایان کن. میگه سنگ با کلی از بالای غار دور شد و ما 3 نفر از داخل غار برادرای عزیز بیرون شدیم. انا که بینین برادرای عزیز که ما در ابتدا گفتیم این قصه به خودش حکمت‌های زیاد داره. این بسیار اشاره‌های زیبا داره. یکم بینین که وقتی انسان پایبند عمل صالح می شود در چه روزهای سخت عمل صالح ما و شما را دستگیر می شود. ما حدیث داریم ان الله لا ينظر الى صورکم بین حتی الى اموالکم الى انصابکم. خدا نظر نمیکنه در صورتت، نظر نمیکنه در مالت، نظر نمیکنه در پشت اولادت، بلکه نظر میکنه در دلها و عملهاتون. یعنی عمل انسان در الله مهربان نظر رحمت دارد. زین لحاظ عمل بین در روزهای چخیل برای ما و شما بسیار مهم. حتی همین خیلی روزی سخت هم اگر ما به روزهای در پیش ما خانه قبر ما روز قیامت ما اگر همین عمل ها من باشد انشاءالله در اونجا ما و شما از نزد خداوند نجات میابیم. و دیگر این که عمل صالح برادرای عزیز میشید است که ما وسیله کنیم اگر این مشکلات بالا من بیاد که یک بیاد بیاریم که یگان عمل خاص به خاطر خدا کردیم. اینجا در گپ پیاخی گاه حضرت یگان موعظه‌اش دم میگو که نماز کسری صدق و صفا نیست اگر در کعبه بگذاری روا نیست. اگر همون نمازهایی که ایسر صدق صفا نباشه نزد خانه کعبه دم که خانیش معنی نداشته. یعنی هر یک عمل در اینجا بین دلالت بر چی میکنه که عملهاتون خاص به خاطر خدا کنه. و دیگر این که برادرای عزیز بین پدر و مادر همه وقت باید برتر فرزند زن باشه. این دوستی خدا را بین پدر و مادر همیشه برتری از فرزندا میدانست. اگرچه فرزندا داد میگفتن لیکن من منتظر مادر و پدر بودم. اگه واسه ایروی انصافی خودمون بگیریم برادرای عزیز باور کنید چیزی به مزار قطعی زن و فرزند ما میخریم پدر و مادرمون خیلی ممکن جدا زندگی میکنه یا در همراه دیگر باشه. خدا میدونه که همین از همین چیزهای به مزه ما هم یکم قسمت را جدا کنم بگم یه حقی یا چمه یا یک زمانی شده که همون بعضی زنی به توفیق قطعا نمیماند که برای اوچت حق جدا کنی. این خیلش هم امکان داره. این پدر و مادرم برادرای عزیز ای مقدساتی ما و شما های اگر هر چند همین دنیا پیشرفتم که کنم حتی در همون طور آسمان هم که اگر منزل جدا کنم برای زندگی هیچ وقت احترام پدر و مادر ای بین باید نروم.
ما حدیث داریم که من فرق بین ثلاث فرق الله بینه و بین رحمت یوم القیامه. کسی سه چیز جدا کند، پیامبر گفته است خدا بین همون شخص و بین رحمتش روز قیامت جدایی میاندازد، یعنی تر از رحمتش دور میکنه. مثل که میگد که من میگد اطیع الله ولا اطیع الرسول، الله را اطاعت میکنم ولی رسولش اطاعت نمیکنم. والله یقول اطیع الله اطیع الرسول. اون که خدا میگه هم مرا اطاعت کن هم رسول مرا اطاعت کن. اطاعت رسول من اطاعت الله. میگه اقیم الصلاه ولا اتو الزکات. نماز من میخونم نه که اکا ایمالم زکات نمیدم. حالا که خدا میگه اقیم الصلاه و اتو الزکات، نماز بخون زکات هم بده. ولی برادرها اگر ما و شما ایمالامون زکات ندیم، هیچ وقت ایتری دلپر نباشیم که این روزه گرفتیم، این خیر میکنیم، این نمازی که میخونیم یا دستگیری ما و شما میشوند. بین در هر جایی که آمد نماز پشتش زکات. این را ما جدا کردن نمیتونیم. حتی از زکات قنطرة الاسلام آمده. تصور کن که این مقصد انسان، این زکات، این اسلام، این انسان، همین را پیوست میکردگیش کوپرکش زکات های. سیون چی میگه؟ میگه که خداوند شکرگزاری میکنم ولی پدر و مادر ما شکرگزاری نمیکنم. حالا که خداوند میگه انشکر لی ولی والدی، هم مرا شکرگزاری کن هم پدر و مادر تا. اگر کسی میگه همین اعتقاد داشته باشه، پیامبر نازنین میگه تو روز قیامت خودت ای رحمت خدا جدا کردی. زین لحاظ برادرای عزیز اینجا دبین هم احترام پدر و مادر در آمد، هم عفت نفس، محافظت نفس، تمام شرایط ستوایزه. چیلی که وازیرم شرایط ها همه ستوایزش دیگه کو برای زنا کردن گفتی هم بچه ها ده کرده. ولی وقتی که ترسی خدا که در قلبش بود برادر عزیز، وقتی از خدا که ترسید، از همون خیال حالت که خودش دور کرد، دستگیری خدا را بید در چخیل روز کار شده. سیمش مردکی که وقتی ما و شما امروز انمی معاملای دادی گرفته من زیاده کو، ولی در کجایی که میشینی یک دیگر همه خفای، یک دیگر همه ملالای، تا جای شده که دیگر یک دیگر مون سنگ میزنیم، نمیگیم ملا ای حاجی ای. وقتی که خسته میشه، وقتی خیانتت میکنه، وقتی که مقصد در معاملات تماما همه میبینی که معامله نیست، بعد دیگه هر چی که گویی میگوی دیگه در ایمانداریشم و در اسلامداریشم و در همش دیگه شبهه پیدا میکنی. برای همین این قصه ها برادرها دلالت میکند بر همین که ببینید که با همین کردارهای نیکشان از چه روز سخت اونها خلاص شدند. خداوند مادر رحمت و مغفرت کنند. الله مهربان آن چیزی را که شنیدیم توفیق شه الله